امروز میخوایم بریم یه آپارتمان 3 خوابه 2 تا همدستشویی بسیار بزرگ و نورگیر تو قلب کوکولان ببینیم. اگر این خونه رو دوست دارین تا آخرش همراه باشین، چون بهتون میگم چقدر درآمد، چه میزان پیش پرداخت و قسط ماهیانه برای شما چقدره که این خونه رو بتونین صاحب بشین. با من همراه باشین. سلام و درود دوستان عزیز، روز شنبه همگی بخیر. داریم میریم یه سر به لیستینگ دوست و همکار عزیزم آقای امیر ربانی بزنیم. یه آپارتمان 3 خوابه با 2 تا همدستشویی تو قلب کوکولان، بسیار جذاب و خوشنقشه و آفتابگیر. بریم ببینیم. امروز روز اول اوپن هاوسشونه، ساعت 2 تا 4. فردا هم همین ساعت 2 تا 4 اوپن هاوس دارن. اگر که مایل بودین لینک لیستینگ ایشون رو میذارم، برین ببینین. و سوالی هم در خصوص مورگج و پیمنت و داون پیمنت و همینا داشتین در خدمتم. خب آدرس این خونه 2906 3080 لینکلن اونیو تو کوکولام هستش که به قیمت 845,000 تا لیست شده. میریم داخل نگاه میکنیم و آخرش من به شما اطلاعاتی که در خصوص خرید این خونه نیاز دارین داشته باشین رو میدم. اینم خود ساختمون هستش که از بیرون دارین میبینین. یه برج بتونی 30-40 طبقه. امیر جان درود، مرسی که امروز ما رو داری. ممنون میشم یه توضیح راجع به این واحد به ما بدی. سیاوش سلام، مرسی که اومدی به اوپن هاوس من توی لیستینگ امروز من. امیر جان یه مقداری توضیح بده این واحد چیه، چه جوری است، چقدر قیمت گذاری کردی؟ سیاوشون ببین، این یه یونیت 3 خوابه است، 3 خواب و 2 دستشویی، 1136 اسکوئر فیت در واقع سایز اینتریور این یونیت حساب میشه و اینکه 845,000 دلار قیمت گذاری شده. قیمت گذاریش هم بسیار شارپ بوده. بر اساس ریسن اکتیویتی های همین بیلدینگ سعی کردیم که قیمت گذاری بکنیم. برای کی میتونه این واحد بهترین واحد باشه؟ 2 تا گروه رو من حتما پوینت اوت میکنم که همچین خونه میتونه گزینه‌شون باشه. یک، کسایی که فرست تایم هوم بایرن یا با یه خونه یه خوابه شروع کردن ولی توی نگاه بلند مدتشون به فکر بزرگ کردن فامیلیشون هستن، بچه دار ممکنه بشن. خونه خوبی میتونه باشه. 3 تا اتاق خواب داریم، اتاق خوابا پخش تو خونه و میتونه گزینه مناسبی برای این دوستان باشه. گزینه دیگه هم برای کسایی که دارن داون سایز میکنن. همونطور که خودت میدونی این موقعی که داون سایز داری میکنی از یه خونه بزرگ چند هزار اسکوئر فیتی، خیلی سخته که بیای توی خونه خیلی کوچیک. این میتونه گزینه خوبی باشه. کماکان 3 خواب داره، خیلی فضاهای خوبی داره، استوریج های کافی داره برای کسی که از یه خونه خیلی بزرگ داره داون سایز میکنه و از طرفی هم به خاطر قیمتش میتونیم اسمش رو یک داون سایز بذاریم. مرسی از توضیحاتت. حالا سوال سوم من از شما بپرسم. شما به من و دوستان بگو که برای خرید این خونه با توجه به قیمتش چقدر حداقل داون پیمنت نیاز دارین، چقدر پرداخت‌های ماهیانه مورگیجش میشه و حداقل چقدر باید درآمد داشته باشن تا بتونن همچین خونه رو افورد بکنن. مرسی از سوالت. با ما همراه باشین. آخر همین ویدیو تمام این اطلاعات رو باهاتون به اشتراک میگذارم. خب بریم سر بحث شیرین وام مسکن، پرداختی‌های ماهیانه و اینکه چقدر درآمد نیاز داریم. ما اگه بخوایم این خونه 845,000 تایی رو به 2 روش مختلف مقایسه بکنیم و ببینیم به چه میزان درآمد نیاز داریم، میتونیم با در نظر گرفتن میزان پیش پرداختش بریم جلو. یه گزینه اینه که ما 20% پیش پرداخت بذاریم. در این حالت 169,000 تا پول پرداخت کردیم. نرخ بهره‌مون در حال حاضر میتونه 3.99 برای 3 ساله ثابت باشه و توی 30 سال باز پرداختش رو انجام بدیم. چون داریم 20% میذاریم، حق بیمه به بانک نمیدیم و ماهیانه هامون 3200 تا میشه تقریبا. برای یه همچین وامی ما به درآمد 120,000 تا در سال نیاز داریم. حالا اگر شخص 20% نداشته باشه بذاره یا نخواد که 20% پیش پرداخت بده چی کار میکنه؟ اگر خونه اولشون باشه میتونن با مینیمم داون پیمنت که معادل 60,000 تا برای این خونه میشه این خونه رو خریداری بکنن، مشروط به این که
معادل 170,000 تا درآمد داشته باشن که در این صورت میتونن نرخ بهره بهتری رو بگیرن از بانک که در حال حاضر 3.79 برای 3 ساله ثابت نرخ مناسبی میتونه باشه و این رو هم توی 30 سال بازپرداختش رو انجام بدن. چون دارن مینیمم داون پیمنت رو میذارن، پرداختی ماهیانه شون 3790 تاست تقریبا و باید یه حق بیمه 32970 تایی رو هم به وامشون اضافه بکنن. اگر سوالی در این خصوص داشتین خوشحال میشم در خدمتتون باشم.